این همسایه ها را خوشخبری به این خانه آورده است. پسر توتیخان الفت و پس از 10 روز بیهوشی در بیمارخانه شهر مگنیتگورسکی روسیه بیدار شده است. 3 روز می شود که قطعی بچم گم نزدم صورت شد دادیم. اکه همو مثال چی کارگرای هم چلی هم که رفتن قطعیم گب زدن. همو رئیس خیر رحمت کنه گذاشته گوشه که قطعیم گب زد. خیلی اول خدا و بچت خیلی سوزه سلامتش خوبه. 31 دکبر شهرت الفت شایف با 3 فرزند و همسرش بعد از ترکیشی بلند آشیانه در مگنیتگورسک زیر آن ماند. او را نجات دهندگان روس بعد از 6 ساعت از تگ ویرانه ها بیرون آوردند. و شهرت در وقت با برآوردن از تگ بیتوما و داد میزند که چی دست و پاش درد میکنه و سرش کفیدگی بود، یک پاش سرموزدگی بود، ریبروش 3 تا شکستم. شهرت را به بیمارستان انتقال دادند. جسد همسرش رجب ماه و 3 طفل خردسالش احمد، فاطمه و محمد را بعد 3 روز پیدا کردند. آنها را 5 ینور به تاجیکستان آوردند و در ناحیه کوشانیان در زادگاه پدر دفن کردند. این مادر را باز یک امتحان بزرگی در پیش است. او به نزد شهرت می رود تا به وی بگوید فرزندان و همسرش زنده نیستند. همون شبی سالی نم قطعی همون گاب زدم و که سالی نمی داشت. با دختر فاطمه گفت که چه جونک من اکو دادم به من سریاش که خرید، سریاش که پدریت کرد. وای. شهرت زمان به خود آمدنش فوراً فرزندان و همسرش را سراغ کرده است. فرزندان من خیلی گنرال کنسول درستم جواب داد که اهل بیت نزدن و در این یکون گفت شاید نیسته گفتن. با بختیار سلطانوف تقایی شهرت قریب هر روز از روسیه کارمندان کنسولگری و جمعیت تاجیکان ولایت چلیابینسک معلومات می‌دهند. او میگوید شهرت میخواست با عائله‌اش به تاجیکستان به خانه‌ای که ساخت بکوچد. بختیار میداند اما جیانش نمیداند این آرزو جامه عمل نمیپوشد.